پلیس روسیه مهاجرانی را که آخر هفته گذشته در شرق مسکو زنازنی گروهی کردند بازداشت نمود. به نوشته رسانه‌های محلی هنگام زنازنی مهاجران نه تنها مشت و لگد بلکه سنگ و چوب را به کار بردند. لحظه زنازنی را که در میدان مجمع ساختمانی مترونوم رخ داد ساکنان به نوار گرفتند. رئیست کمیته تفتیشاتی مسکو نسبت این حادثه از روی ماده ابوشی پرونده جنایی باز کرده است. کارمندان حفظی حقوق شخصیت همه اشتراکچیان زنازنی را معین نموده قانونی بودن بود و باشی آنها در روسیه سنجیده می شود. هنوز معلوم نیست که مناقشه با کدام سبب رخ داده است. رئیس کمیته تفتیشاتی تحقیق جنجال گروهی را زیر نظر خود گرفت. همین گونه در خیابان استولیپینی سراتوف نیز مهاجران با هم زنازنی کردند. در این مناقشه تقریبا 10 نفر اشتراک داشتند. تلگرام کانال های ماش و بعضا نوارهای را نشر نمودند که در آن دیده می شود یک ماشین لادا پریورا با بالای مهاجرانی که مناقشه داشتند حرکت می کند.